سلام دوستان، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز من با یه پرونده‌جنایی خیلی خفن و یه جورای غمگین. پس اگه روحیه حساسی دارین لطفا این ویدیو رو نگاه نکنین. بریم سراغ ویدیویی که خیلی مشتاقم هر چه زودتر واسهتون تعریف کنم که چه بلایی سر این بچه‌ها اومد. بریم سراغ این ویدیو. مثل همیشه اول یه خلاصه‌ای از داستان رو براتون میگم. در 4 نوامبر 1970 یه دختر بچه 13 ساله که ظاهر شبیه به دختر 6 ساله بوده توسط پلیس لس آنجلس پیدا میشه. حالا این دختر با اینکه 13 سالش بوده فقط 27 کیلوگرم وزنش بوده و حتی بلد هم از دستشویی استفاده کنه که همه اینها نشونه‌های از خشونت خونگیه. حالا بریم براتون بگم که چه بلایی سر این بچه اومده. این دختر بچه اسمش سوزان بوده ولی خب بقیه جینی صداش میکردن. وقتی مسئولین تحقیقاتشون رو بیشتر کردن در رابطه با این پرونده متوجه شدن که پدر مادر سوزان یعنی کلارک و آیلین 2 تا بچه دیگه داشتن که وقتی که نوزاد بودن فوت کردن، یا بهتر بگم که اونا رو کشتن. کلارک و آیلین وقتی که اون 2 تا بچه کوچیکو کشتن دوباره صاحب فرزند میشن و بچه سومشون پسر بوده و چند سال اول زندگیش رو یعنی تا 6 سالگی با مادر بزرگش زندگی کرده و به نظر من احتمال زنده موندنش هم به خاطر همین موضوع بوده. بچه چهارمی هم سوزان یا همون جینی بوده. قبل از هر چیزی بهتون بگم که مادر سوزان یعنی آیلین به خاطر اینکه یه تصادفی کرده بوده نابینا بوده. وقتی برادر سوزان یا همون جینی 5 سالش بوده سوزان به دنیا میاد و از همونجا بوده که پدر روانی این خانواده تصمیم گیره که کل خانواده‌اش رو توی خونه حبس کنه و نذاره هیچ ارتباطی با جامعه داشته باشن. سوزان وقتی که به دنیا میاد مشکل کمخونی و کمبود سلول‌های خونی داشته و این بیماری اینجوری عمل می‌کرده که باعث می‌شده بدن ضعیف داشته باشه و بدنش درست و حسابی شکل نگیره. بعد از 3 ماه به دنیا آمدن سوزان یعنی وقتی که 3 ماه بوده اونا برن پیش متخصص و میگه که بچه‌شون خیلی خوب داره رشد میکنه، مثل بچه‌های عادی داره وزن اضافه میکنه ولی لگنش داره از شکل عادی خارج میشه. پس بعد از شلوارک‌های طبی مخصوص 4 تا 11 سال استفاده کنه و مراقبت خیلی زیادی ازش بشه. وقتی مؤسسه حمایت از کودکان بدسرپرست سوزان رو پیدا میکنن متوجه میشن علت این که نمیتونه غذا بخوره و بلد نیست دستشویی کنه رشد ناگهانی ذهنشه. یعنی از دوران نوزادی یهویی وارد بزرگسالی شده، یعنی مغزش در دوران نوزادی مونده و بزرگ نشده. علتش هم واضح است، خانواده بد. بدتر از این کلارک پدر سوزان خیلی در حق این بچه ها بد کرده، یعنی اینجوری بوده به هر صدای خیلی کوچیکی حساس بوده. به غیر از این سوزان حق نداشته با هیچ انسانی ارتباط بگیره، حتی با افراد خانواده‌اش حق نداشته با اونا صحبت کنه یا اونا رو لمس کنه. پدر سوزان چون که سوزان نمیتونست غذا بخوره و بلد نبود تا جایی که میتونست به این بچه کم غذا میداد و وقتی که بهش غذا میداد شیر خشک مایات یا تخم مرغ نیمه آب پز بهش میداد. حالا آزار و اذیت‌ها تازه از اینجا شروع میشه. سوزان چون که نمیتونست درست غذا بخوره پدرش وقتایی هم که بهش غذا میداده قاشق تا ته حلقش فرو میکرده، جوری که وقتی جینی حکم میزده استفراغش رو برمی‌داشته و با خشونت تمام به صورت بچه میمالیده. البته باز یه پوان مثبتی که اینجا داره، مادر نابیناش آیلین ساعت 11 شب اینا یه چیز خیلی کوچیک برمی‌داشته میداده به سوزان که بخوره و از گشنگی نمیره. همونجوری که گفتم پدر جینی روی هر صدای کوچیکی خیلی حساس بود و حتی خانواده‌اش بدون اجازه کلارک اجازه نداشتن که صحبت کنن و بعد اول اجازه میگرفتن. سرفه، عطسه، خمیازه اینا همه چی بدون اجازه پدرشون ممنوع بوده و اگه تنها یه صدای کوچیک از خودشون در می آوردن اونقدر کتک میخورن که حتی نتونن روی پاشون وایستن. خب قطعا سوزان بیشتر از بقیه کتک میخورده، اونم مخصوصا موقع غذا خوردن چون از خودش صدا در میآورده. پدرش هم یه تخته چوبی خیلی سنگین گذاشته بوده گوشه آشپزخونه و هر سری سوزان رو با اون کتک میزده. علاوه بر سوزان برادرش هم با همون تخته سنگین کتک میزده. وقتی مسئولین وارد خونه کلارک و آیلین میشن تا خونه‌شون رو بررسی کنن میبینن که سوزان وسط خونه بدون هیچ حالی رها شده و اینجوری که این بچه خیلی کثیف بوده، یعنی سالها بوده که حموم نرفته و یک پوشک بوگندو هم ازش آویزون بوده.
خب قطعا سوزان یاد نداشته بره دستشویی، هیچ کس بهش یاد نداده. به خاطر همین پدرش هم توی بازجویی‌ها اعتراف کرده بود که سوزان رو با لباس میفرستاده توی دستشویی، توی لباس خودش دستشویی کنه که مبادا جایی رو کثیف کنه اینا مجبور بشن تمیزش کنن. یعنی حتی اجازه نداشته درست حسابی دستشویی کنه. بعد شما چه توقعی داشتین؟ فکر کنید 13 سال با این عذاب بزرگ شده، تازه هنوز ادامه داره این ماجرا. حالا شما با خودتون میگین آیرین مادر سوزان چرا هیچ کاری نمی‌کرده؟ حالا درست نابینا بوده ولی مادرشون بوده دیگه. اون از اول ازدواجش چون زیر دستی کنار کتک می‌خورده دیگه به این روند زندگی خشونتبار عادت کرده بوده و هیچی نمیگفته. البته که کلارک هم تهدیدش کرده اگه به مادر پدر یا هر کس دیگه درباره این موضوع چیزی بگی تو رو میکشن. آیرین از وقتی که با کلارک ازدواج کرد مورد خشونت قرار میگیره و بعضی وقتا اونقدر این زن رو کتک میزدش که میرفت بیمارستان ولی هیچ وقت جرئت نمیکرد به بقیه بگه که کار همسرشه و حتی اجازه خارج شدن از خونه رو نداشته و سالها توی خونه زندانی بوده. کلارک هیچ وقت دوست نداشت پدر بشه و اینو میتونیم قشنگ از رفتارش متوجه بشیم. ولی متاسفانه در سال 1948 اولین فرزندشون به دنیا میاد. حالا رسیدیم به وحشتناکترین بخش پرونده، یعنی مرگ دختر اولشون که به دنیا آمد. فکر می‌کنین علت مرگش چی بوده؟ باورتون نمیشه اگه بهتون بگم. همونجوری که گفتم کلارک روی صداهای کوچیک خیلی حساس بوده. وقتی یه روز که بچه خیلی گریه می‌کنه، خب شاید دل‌لرز بوده، شاید گشنه بوده، شاید تشنه بوده، این بچه رو برمی‌داره میبره توی گاراژ خونه جای ماشینا، پرتش میکنه اونجا، در گاراژ هم میبنده، میاد بیرون. اونقدر اون بچه اونجا گریه میکنه که از تشنگی و گشنگی اونجا میمیره. بعد از مرگ اون بچه مادرش چند روز کف گاراژ گریه میکنه. ولی فکر کنم بعد از مرگ بچه اولشون مرگ دومی براشون طبیعی شده باشه یا آزار و اذیت‌های کلارک. حالا شما فرض کنید 1 سال بعد از کشته شدن این بچه دوباره اینا بچه دار میشن، یه پسر به دنیا میارن و علت مرگش اصلا معلوم نیست ولی میگن اونم به خاطر گشنگی و تشنگی زیاد مرده. حالا بچه سوم جان، اون تا 6 سالگی خوشبختانه پیش مادر بزرگش زندگی میکرده ولی از یه طرف متاسفانه وقتی 6 سالش میشه مادر بزرگش میمیره و دوباره برمیگرده به یه خانواده سمی. ولی خب جان چون بزرگتر از سوزان بوده، فکر می‌کنم حدود 18 سالش بوده، از خونه فرار میکنه و میره با دوستاش زندگی میکنه. خوشبختانه اون نجات پیدا میکنه. در همون سال 1970 آیرین و کلارک با هم دیگه کلی دعوا میکنن. آیرین میگه که اگر اجازه ندی با مادر پدرم صحبت کنم منم از خونه فرار میکنم. 3 هفته بعد از دعواشون آیرین سوزان رو برمی‌داره و با همدیگه میرن بیرون، میرن داخل دفتر شهروندی تا شاید بتونه بخاطر اینکه نابینای یه پولی بگیره. ولی اینجا یه اشتباهی رخ میده و بخاطر اینکه نابینا بوده به جای که وارد دفتر شهروندی بشه وارد یه جای دیگه میشه و این خوشبختانه باعث میشه که سوزان نجات پیدا کنه. اون اشتباهی وارد تعاون اجتماعی میشه و وقتی که مسئولین اونجا این بچه رو میبینن سریع به پلیس اطلاع میدن. وقتی که پلیسا آیرین و کلارک رو میگیرن آیرین تبرئه میشه چون خودش هم یکی از قربانی‌ها بوده و داخل خونه زندانی بوده. ولی خب سوزان قربانی خشونت خانگی اعلام میشه. بعد از این موضوع دادگاه سوزان میفرسته به بیمارستان. اونجا یه مدت تحت مراقبت بوده، سوء تغذیه داشته، با هیچ کس ارتباط نمیگرفته، راه رفتن، غذا خوردن، دستشویی کردن بلد نبوده. ولی یه مدتی روش کار میکنن، بالاخره همه اینا رو یاد میگیره و به پرورشگاه میره تا شاید یه خانواده پیدا بشه که بتونن بزرگش کنن. سوزان چون که معلول بوده هیچ کس دوست نداشته سرپرست دائمیش بشه تا اینکه آیرین مادرش میاد و تصمیم میگیره که به سرپرست بگیرتش و دوتایی با هم دیگه زندگی کنن. ولی بعد از این مدت متوجه میشه که نمیتونه از این بچه نگهداری کنه و دوباره برش میگردونه. شما فکر کنید یه بچه چقدر میتونه بدشانس باشه؟ بعد از این جریان سوزان همون 2 کلمه‌ای هم که حرف میزد و دیگه صحبت نکرد و با همه قطع ارتباط کرد. یه مدت توی پرورشگاه بود و آخر به خونه سالمندان رفت و در 65 سالگی فوت شد. اینم از زندگی سوزان بدشانس ما که از همون اول که دنیا اومد مورد خشونت قرار گرفت. خوشحال میشم اگه دوست داشتین نظرتون درباره ویدیو حتما برام کامنت کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو بزنین و این پست رو لایک کنین تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.